یک بار دیگر سلام به بیننده بینیت عزیزی رادیو آزادی. البته ما برنامه خبری رادیو آزادی رو همگی تقریبا 2 ساعت پیش به اتمام رسوندیم و تازه ترین خبرها رو به سهم شما رسونده بودیم. اما چند لحظه پیش یک خبری عاجل دسترس رادیو آزادی شد که این موضوع خیلی مهم است و موضوعی است که طول چند هفته اخیر سر و صداهای زیادی برپا کرده بود، باعث سوالهای زیاد شد و شما نیز این موضوع رو زیاد از ما میپرسیدید. خب شما هم شاید فهمیدید این موضوع در رابطه با سیم کارت است. طور چند دقیقه پیش به ما معلوم شد امالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به وزارت اداره‌های مسئول دستور داده است که تا 1 ینوری سال 2019 فروش سیم کارت های 250 سومانی رو باز دارند. یعنی این به اون معنی است که شما بیننده عزیز طوری که تا امروز سیم کارت می‌خریدید، یعنی به پول بود، همین گونه میتونید تا ماه ینور سیم کارت رو خریداری کنید. عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی پرزیدنت روز 30 آگوست در این باره به رادیو آزادی خبر داد و او گفت که مسئله افزایش نرخ سیم کارت در جلسه حکومتی بررسی شده است و این جلسه همین حالا ادامه دارد و همکاران ما نیز این جلسه رو پیگیری دارند تا اینکه باز کدام نقطه‌های مهم در آن صدا میداد. از جمله باز چند نقطه مهم دیگر هست که در این جلسه ذکر شده است، من به سهم شما میرسونم. همچنین بر رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رحمان آزاده امالی سپارش داده شد که در این مهلت مسئله های وابسته به نرخ و نوای سیم کارت ها به نظام درآوردن و به هر یک شهروند اجازه دادن تنها یک سیم کارت و محروم ساختن کودکان تا 14 ساله از استفاده سیم کارت ها با حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد منظور نمایند. یعنی این به اون معنی است که طبق سپارش باید یک نفر تنها یک سیم کارت داشته باشد و با کودکانی که تا زیر سن 14 هستند استفاده سیم کارت ها منع می شود. و همچنین خدمات ضد انحصاری، خدمات علاقه و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مهلت از یک نام به نام دیگر گذراندن سیم کارت ها، یعنی پیر افرملینی رو یک ماه دراز کردند. قبلا شرکت های موبیلی از این نهادها خواسته بودند که برای از نام به نام گذراندن سیم کارت 2 ماه، یعنی تا 1 نوامبر مهلت بدهند، اما مقامات این مهلت رو همگی 1 ماه یعنی تا 1 اکتبر دراز کرده است. خب یک منبع در شرکت موبیلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که از فردا به مشتریان آگاهی فرستاده خواهد شد در این باره. در اول شرکت های موبیلی به مشتریانشان تا 1 سپتامبر مهلت داده بودند که سیم کارت های زیادتی خود را قطع کرده و یا به نام آدمانی که حالا آن را استفاده میبرند ثبت نام کنند. شرکت ها گفته بودند این خدمات که حالا رایگان است از 1 سپتامبر مثل سیم کارت 250 سومانی خواهد شد. طوری شما هم میدونید بیننده عزیز، اول ماه آگوست بر رادیو آزادی معلوم گردید که مقامات تاجیکستان نرخ یک سیم کارت تلفن‌های موبیلی را تا 250 سومانی مقرر کردند و در اول قرار بود که این تصمیم 20 آگوست اجرا شود، ولی دیرتر شرکت های موبیلی اعلام کردند که این اقدام از 1 سپتامبر عملی خواهد شد. شرکت های موبیلی در یک آگاهی گفتند این تصمیم بر اساس پروتکل جلسه یکجای وزارت امور داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی و خدمات علاقه تاجیکستان از 8 آگوست امسال و با هدف تامین امنیت مشتریان راه اندازی می‌گردد. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان این نرخنامه را تصدیق کرد، اما گفت این پیشنهاد 4 شرکت موبیلی بود، یعنی 250 سومانی شدن یک سیم کارت. البته این اقدام طوری هم شما شاهد هستید، یعنی چنین بلند رفتن نرخ سیم کارت واکنش‌های زیادی رو در جامعه تاجیکستان به برابر چی در داخل کشور و چی بیرون از آن، بیشتر در میان مهاجرانی که در روسیه کار و زندگی دارند، بسیاری از ساکنان چنین نرخگذاری را نادرست شمرده حالا در شبکه‌های اجتماعی حتی جمع‌آوری امضا علیه این قرار جریان دارد و ظاهراً واکنش تند مردم هم باعث به آن شد که تا نیم سال آینده شما بیننده عزیز میتوانید به پرداخت 250 سومانی یعنی چون پیشتر سیم کارت بخرید. و البته فکر میکنم این خوش خبری بود که ما تلاش کردیم هر چیز زودتر به سهم شما بیننده عزیز برسونیم تا اینکه شما هم آرام باشید و آرام از پشت کار خودتون شوید. ولی یک موضوع دیگر هم هست که شروع از دیروز بگو و امروز هم در سرخط رسانه‌های تاجیکستان و روسیه قرار دارد و این هم در رابطه با افباشی اینکه جنجال یک شهروند تاجیکستان در هواپیمایی که به سمت مسکو دوشنبه روانه بود، انیقترش درباره دولت قدمov و همکاران ما توانستند که با والدین این جوان در دوشنبه صحبت بکنند و یک گزارش ویژه هم در این باره آماده کردند که چگونه
волидайни давлатқадам дар бораи сиҳати ин фарзандашон бо радиои озодӣ суҳбат кардааст ва ман барои шумо пешниҳод дорам ки баъд аз чанд лаҳзаи дигар ин гузоришро метавонед дар озодӣ видео канали махсуси мо дар YouTube тамошо кунед. Ташаккур ки чанд лаҳза бо мо будед.